وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن دو حالت رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی خبر داد. لازم به ذکر است که در یک مورد به چنین کردار زن عیبدار می شود. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، شام 13 ایول تخمینا ساعت 23 زن 29 ساله ساکن جماعت دیهات ضربدار نویه همدانی در منزل استقامتی زن 33 ساله ساکن شهرک مسکو مرکز این نوحیه با صاحب خانه جنجال کرده با کارد در دستش بوده یک مرتبه به تخت پشت آن زن زده است. در نتیجه جبری دیده جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شده است. تشخیص سودی و طبی جراحات او را همچون ضرر وزنین به سلامتی ارزیابی کرده است. نسبت به زن گمانبر شونده بر اساس قسم یکم ماده 110 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. سبب به سوی ساکن شهر مسکو کارت کشیدن این زن در خبر گفته نشده است. وزارت کارهای داخلی گفت همین طور مرد 36 ساله ساکن جماعت دیهات پوشکین شهر استرافشن نیز از طرف کارمندان میلیسیا با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر شده است. او به آن گمان بر می شود که شب 12 ایول تخمین ساعت 22:30 در حالت مستی در نزد خوابگاه رقم 44 محله 31 شهر خوجند با مرد 27 ساله ساکن این شهر جنجال کرده با سنگ 2 مرتبه به سر نام برده زده است. موافق خلاصه تشخیص سودی و طبی جراحات برداشته جبر دیده ضرر وزنین به سلامتی ارزیابی می شود. نسبت به ساکن پوشکن نیز بر اساس قسم یکم ماده 110 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کردند و به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند.